زندگی. السلام علیکم دوستان عزیز. من یک خواهر اسلامی شما بر مصلحت شما احتیاج دارم. لطفاً مصلحت خود را دریغ ندارید. رحمت به شبکه قدمشو ایسایف برای تشکیل بهترین شبکه که نام دارد قصه های زندگی که در دل هر یکی ما را انشا خواهد کرد. خسته شدم از این مرد. با شوهرم پیش از خانه‌دار شوی شناس بودیم، یعنی میانی ما به قول عشق و عاشقی بود. هرچند که طریق تلفن شناس شده و با هم ملاقات نمی کردیم، ولی همدیگر را با صدا دوست داشتیم. این شناسایی ما را با همدیگری نزدیک و عزیز نمود و عاقبت خانه‌دار شدیم. ما راستی گپ از اول زندگیمان آنقدر خوب نبود. مرا لطو کوب میکرد، سخنانی پست و بلندی زیاد میگفت، ولی خود کرده را دوا نیست گفته خاموشی پیشه میکردم. آخر شوهرم را خود انتخاب نموده بودم و به جز صبر نمودن دیگر چاره نداشتم. ما صاحب 3 فرزند دلبند شدیم، ولی هنوز هم زندگیمان چون پیشتره یک رنگ است. اگر گویم که امروزها بدتر شده است خطا نخواهد شد. همسرم کارمند دولتی یا مردی منصبدار نیست، یک انسان عادی است. به حیث پولچینک در نقلیات جمعیتی فعالیت میکند، اما پولی هر روزه پیدا نموده اش را صرف بیوه ها میسازد. آنقدر بیوه باز است که هیچ نمیتواند پیش این بدکاریش را گیرم. ما خانه یک حجرگی داریم و خدا نکند و یگان جا مهمانی روم تمام خدا به او میدهد. فکر نکرده به خانه خود بیوه می آورد و عیش و عشرت می کند. بارها او را سرزنش کردم که این کارش خوب نیست، ترک گوید این عادتی بدش را، ولی وقتهای آخر مرالت و کوب کرده می گوید که از خانه اش برآمده روم تا زنهای بیراه دلخواهش را به خانه آورده به مشکلی عیش و عشرت راند. نمیدانم چی کار کنم. حیرانم. شما چی میگویید؟ باید چی کار کنم؟ التماس به من مصلحت دهید و به شبکه قدمشو ایسایف آبونه شوید.